سلام، روزتون بخیر. امروز قراره که در مورد یک تکنیک خاص روی اسمارت مانی صحبت کنیم که توی این شرایط شما باید از بازار دور بمونید. من خودم روی لایو امروز بازار وارد طلا شدم و یک سل گرفتم، اما خب سر به سر خارج شدم. حالا چی شد که ادامه ندادم به تریدم و تریدم رو هولد نکردم؟ ما توی بحث اسمارت مانی کانسپت یک تکنیکی داریم، یک مبحثی داریم به اسم تعادل در پول هوشمند. به جای اینکه واگرایی که اتفاق میفته باعث ریزش و یک دایرکشن خاص توی بازار بشه، باعث رنج توی قیمت طلا میشه. حالا اون چه جوری اتفاق میفته و من حالا توضیح میدم کجا وارد این معامله شدم. شما سعی کنید از اسمارت مانی تکنیک جاهایی استفاده کنید که در یک تایم خاص هست. من بعد از ساعت 9:30 و بعد از ساعت 3 که حالا بحث لندن اوپن هست از این تکنیک استفاده میکنم. جاهای دیگه هم این اسمارت مانیه خودشو نشون میده و گاهی اصلا اوتپوت خوب، یک پی&ال خوب، پرافیت خوب هم بهتون میده. ولی من ترجیح میدم که اون مکانیکال تریدینگ خودم رو همینقدر ساده نگه دارم. اسمارت مانی تکنیک بعد از ساعت 3، اسمارت مانی تکنیک بعد از ساعت 9:30 که بحث اوپن بازار بورس آمریکاست. خب من کجا وارد ترید شدم و چه پوزیشنی گرفتم؟ اگر اینجا دقت کنید من یک نماد طلا رو دارم نگاه میکنم، XAUUSD. نماد متناظر اون نقره هستش که توی پین پایین اگر دقت کنید آوردمش که اسمارت مانیش رو، اون واگراییش رو اگه اتفاق بیفته معمولا من طلا رو با نقره چک میکنم. همون جور که اگه توی نزدک دارید کار میکنید، نزدک رو میتونید با S&P 500 چک کنید. خب بعد از ساعت 3 لندن اوپن ما اتفاقی که افتاد، یک سقف پایینتر اگه اینجا ببینید زدیم روی طلا. توی شرایط یکسان توی نقره ما یک سقف بالاتر زدیم، می‌بینید؟ در صورتی که این دوتا نماد باید همراه با هم حرکت کنن، یعنی کف‌های بالاتر میزنن یا سقف‌های بالاتر میزنن، سقف‌های پایینتر میزنن یا کف‌های پایینتر، یعنی کاملا شبیه هم باید حرکت کنن. اون جایی که واگرایی اتفاق میفته، یعنی سقف بالا میزنه یه جا سقف پایین میزنه، اونجا اون واگرایی اتفاق افتاده. خب من اینجا واگرایی رو دیدم، روی طلا سقف پایینتر زدیم و روی نقره سقف بالاتر. من وارد پوزیشن سل شدم و فروش رو گرفتم. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ اومدیم یه ذره جلوتر، در حد 5 دقیقه جلوتر یک واگرایی دیگه در جهت مخالف زده شد. یعنی ما اینجا اگه دقت کنید یک کف پایین تر زدیم که با این شادوه شما میتونید ببینید که یک کف پایین تر زده شد و توی نماد متناظر اون روی نقره کف بالاتر زدیم، یک کف خیلی بالاتر زدیم. توی این شرایط بهش میگن تعادل در SMT، یعنی قرار طلا رنج بزنه، قرار نیست نماد به سمت پایین یا به سمت بالا حرکت کنه. من اینجا سر به سر از معامله خارج شدم و بیشتر تلاش کردم اون تعادل در SMT رو ببینم و کانفرمیشنش رو بگیرم که شما اگر دقت کنید میبینید همچنان طلا هیچ روند ریزشی یا روند صعودی نمیگیره و همچنان روی کندل ساعت 3 ما لندن اوپن ما هنوز قیمت اینجاها چسبندگی داره و فاصله نگرفته از اینجا. خب ما توی این شرایط از بازار بیرون میمونیم. سعی نکنید توی این شرایط توی بازار بمونید و به این امید که قرار طلا حالا بریزه و تحلیل من درست از آب در بیاد. تو این شرایط با کمترین ضرر سعی کنید از بازار دور بمونید. حالا این نکته بعدی نیست بهتون بگم که چرا این تعادل اینجا اتفاق افتاده. امروز جمعه هستش، آخرین روز معاملاتی ما هست
و اگه دقت کنید قیمت رسیده به اوپنینگ رنج هفته ما که دوشنبه باز شده. این اوپنینگ رنج ما بوده. قیمت رسیده به اوپنینگ رنج اول هفته ما در روز جمعه، رسیده به قیمتی که روز دوشنبه باز شده بوده. خب زمانی که قیمت اومده به اوپنینگ رنج رسیده، باعث میشه که این تعادله و این قیمت رنج اتفاق بیفته و ما نتونیم تریدی رو باز کنیم. خب ممکنه بعد از ظهر به ما معامله‌ای بده و ما ساعت 9:30 بتونیم دوباره این واگرایی رو ببینیم و وارد بشیم، اما تو تایم لندن ترجیحاً از بازار بیرون میمونیم. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که بدونید که امروز ساعت 8:30 CPI MM قراره، یعنی مانسلیه، خبرش بیاد. بنابراین خیلی خبر مهمی هست، خیلی ولاتیلیتی بالایی توی بازار ایجاد میکنه، نقدینگی زیادی توی بازار میاره. بنابراین ممکنه دلیل این رنج هم خبری هستش که ساعت 8:30 به وقت نیویورک قراره باشه. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. آموزش کوتاهی بود اما خیلی خیلی آموزش مهمی هست. لطفا این رو در ترید های خودتون حتما لحاظ کنید. در چنل خودتون هم سابسکرایب کنید که انشالله تکنیک های بهتری در فواصل آینده خدمتتون ضبط کنیم و ارائه کنیم. مرسی که همراه ما بودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.